روز بخیر بیننده عزیز، سرخط خبرها از رادیوی آزادی. تاجیکستان نجات بخشان را به ترکیه می‌فرستد. مهاجران فریب خورده تاجیک از ماریوپول اشغال شده بیرون شدند. مقامات در اسفره به کلینی ستم دیده فشار آوردند. 100 راننده را در ختلان برای بالا بردن نرخ راهگیری را پرونده کردند. مقامات تاجیکستان میگویند آماده‌اند 40 نجات بخش را برای کمک به آسیب دیدگان زمین لرزه مدهش به ترکیه بفرستند. در این باره روز 7 فوریه نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر دادند. عین زمان کارهای امدادی در ترکیه ادامه دارد که صبح 6 فوریه زمین لرزه سخت هزاران نفر را در این کشور زیر خرابه‌ها مانده کشت. در نتیجه زمین لرزه در ترکیه و هم در سوریه تاکنون بیشتر از 4000 نفر کشته شدند. 10,000 نفر دیگر بی خانمان گشتند. درباره جزئیات فلاکت و مقیاس آن در برنامه اخباری آزادی ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت دوشنبه صحبت میکنیم. تعدادی از مهاجران تاجیک که آخر سال گذشته برای کار به ماریوپول اشغالی رفته بودند این شهر را ترک کردند. ماریوپول اوکراین را ماه سال گذشته نیروهای روسیه اشغال کردند و حالا روسیه تلاش دارد با جلب مهاجران آن را بازسازی کند. دو مهاجر تاجیک روز 7 فوریه بر رادیو آزادی گفتند آنها را با وعده معاش زیاد به ماریوپول بردند ولی فریب دادند. سمی جان، یک مهاجر 32 ساله تاجیک گفت با آنها روزانه 4200 روبل مزد کار وعده کردند ولی کمتر از 1000 روبلی میدادند. عبدالله مهاجر دیگری 24 ساله تاجیک گفت کارفرما با آنها 60000 روبل در 15 روز کاری وعده کرد ولی از 40000 روبل هم کم دادند. مهاجران تاجیک گفتند بسیاری از مهاجران پس از 1 یا 2 ماه کاری ماریوپول را ترک میکنند. تعداد دقیق مهاجران تاجیک که در ماریوپول ویران شده کار میکنند معلوم نیست. و هماهنگسازی برنامه‌های فوری امدادی سازمان ملل گفت از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین در تقریباً 1 سال پیش تا کنون 8 میلیون نفر از این کشور گریختند. مارتین گریفیتس روز 6 فوریه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت این 8 میلیون اوکراینی به کشورهای همسایه فرار کردند و 5 میلیون و 300 هزار نفر در داخل کشور بجا شدند. با قول اداره دیگر دفتر هماهنگسازی کمک‌های بشری سازمان ملل حالا بیشتر از 17 میلیون و 600 نفر دیگر از مردم اوکراین و یا 40% اهالی آن محتاج کمک‌های بشری هستند. مقامات شهر اسفره به کلینی استنطاق شده در اسفره فشار آوردند که دیگر با خبرنگاران صحبت نکند و به خانه شوهرش برگردد. نوارین مدینه صدیقزاده که برای نانخوری از سوی خوشتامنش بازپرسی و سرزنش میشد خشم کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت و صدها نفر آماده کمک به او شدند. یک فعال جمعیتی که برای مدینه کمک جمع میکند روز 7 فوریه بر رادیو آزادی گفت مقامات اسفره از جمله رهبری کمیته زنان شهر به مدینه تاکید کرده است که دیگر با رسانه‌ها صحبت نکند و باید به خانه شوهرش برگردد. مدینه صدیقزاده در صحبت با رادیو آزادی گفته بود 1 سال زیر ظلم و ستم خوشتامنش قرار داشت و دیگر نمیخواهد به خانه آنها برگردد. مقامات انتظامی در ولایت ختلان به ضد 100 راننده‌ای که در روزهای سرد زمستان قیمت راهگیری را از معیار بیشتر بالا بردند پرونده مأموری باز کردند. برای این عمل ممکن است رانندگان را جریمه بندند. شریف زاده اسرائیل یک مسئول اداره نقلیات در ولایت ضمن نشست خبری در روز 6 فوریه گفت رانندگان در روزهای سرد زمستان 2 روز راهگیری داخلی شهر باختر را که 3 سامانی بود تا 5 سامانی بالا بردند. برف زیاد روز 12 ینور حرکت نقلیات در شهر باختر مرکز ولایت ختلان را دشوار کرد و شکایت مردم هم از بالا بردن قیمت راهگیری در این روزها زیادتر شد. و در پایان برنامه از قرب اسعار در تاجیکستان میگوییم. بانک ملی تاجیکستان رسما برای روز 7 فوریه 1000 روبل روسی را 145 سامانی، 1 دلار آمریکایی را 10 سامانی و 32 دیرم و 1 یورو را 11 سامانی و 11 دیرم مقرر کرده است.
قرب اسعار در بانک‌های تجارتی می‌تواند فرق داشته باشد. خبرهای بیشتر از تاجیکستان و جهان را ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت تاجیکستان در برنامه اخباری آزادی تماشا کنید. با ما بودن را فراموش نسازید.